بندر توی هر شهری که قرار میگیره باعث اشتغال زایی و رونق اون شهر میشه. خب من الان در بندر امیرآباد هستم. یکی از بزرگترین مزیت‌های بندر امیرآباد اینه که متصل به ریل سراسری کشور. این دو تا خط موازی به جهان ما رو متصل میکنه. کالا از طریق کشتی مستقیم وارد قطار میشه و از طریق این ریل ها به کل کشور توزیع میشه، یا مستقیم وارد بندر شهید رجایی یا بندر امام خمینی میشه و از طریق خلیج فارس و تنگ هرمز به کل دنیا انتقال داده میشه. روش‌های متفاوتی وجود داره برای اینکه یک باری از روی کشتی تخلیه بشه. یکی از روش‌ها همین مکنده‌هایی که دارین می‌بینید. دارن الان اینجور توسط این مکنده‌ها تخلیه می‌کنن، وارد این کامیونا می‌کنن برای اینکه ببرن توی این سیلوها. آقای رئیسی مدیر عامل 14 تا از این سیلوهایی که توسط بخش خصوصی اداره میشه. آقای رئیسی سلام. تک تک کامیون‌ها به صورت جدا جدا باسکول میشن، هم در مرحله اول مرحله پر و هم در مرحله دوم که بعد از تخلیه میشه. که بدونید چه حجمی از بار رو وارد سیلوتون کرده. باری آورده حدوداً 3000 تومان. این بار باید تفکیک بشه، توزیع بشه. خب من الان میرم با یکی از این کامیونا میام تا تو مسیر حرکت میکنم برسم به سیلو. اونجا میخواد بره باسکول و وزن کنه و این ماجرا رو با هم دیگه میبینیم. عملیات تخلیه که انجام شد توی کامیونا، مثلا این کامیونی که میبینیم الان بار زده داره میره به سمت سیلو. من دارم میرم داخل کامیون که با این آقای راننده کامیون بتونم برم سمت سیلو. آقا سلام، حالتون چطوره؟ آقا شما الان بار زدید؟ بله. بار جوه درسته؟ چند تن زدین؟ 22 23 تن حدوداً بار زدن. الان میریم رو باسکول بریم. بله. الان حرکت میکنیم به سمت سیلوها با این راننده. بومی همین منطقه هستیم؟ بهشهری هستیم؟ نکایی هستیم. اینجا یه سری میان برای بارگیری، یه سری میان برای تخلیه. ما الان تو موضوع تخلیه هستیم. الان اینجا محوطه‌ای که بهش میگن باسکول، اینجا حجم بار کامیونا چک میشه، اندازه‌گیری میشه، یادداشت میشه و بعد داخل این سیلوهایی که میبینین این بالا میره تو این سیلوها. به اینا میگن کندو. بله. تعدادی از این کندوها اگه کنار هم قرار بگیره بهش میگن سیلو. یه سیلو. بله دقیقاً یه سیلوه که حجمای متفاوتی داره. 3500 تن. اینا هر کدوم تقریبا 3300 تا 3500 تا 3500 تن. مجموعی که الان شما اینجا هستید در واقع 38000 تن ظرفیت و معمولا هم توش غلاته. بله غلاته. خب کامیون وارد باسکول شد. الان با آقای رئیسی میریم داخل اون اتاقک اداری باسکول که ببینیم مثلا این پروسه باسکول کردن و اینا چجوری یادداشت میکنن. الان این کامیون میخواد تخلیه کنه درسته؟ بله. اینجا وزن میکنن، اینجا باسکول میشه، توزیع میشه، بعد هم پر هم خالی و بعد توی چاله تخلیه ما تخلیه میشه و حالا اونم میبینیم.
اینجا باسکوله دیگه. خب ماشین میاد روی این باسکول شما وزن میشه. چجوری وزن کجا نشون میده؟ من اینجا ببینم. وزن پرشه چقدره؟ 24 تن و 170. 24 تن و 170 پرشه با پرشه. وزن ماشین. با وزن ماشین. وزن ماشین رو کم می‌کنی. حجم با بعد خالی میاد. خالیش میاد بعد خالی. خب الان تخلیه شد. از طریق اون دریچه‌ها میره پایین. از طریق این دریچه میره پایین، توسط کامبایری که تو مسیر داره بار رو انتقال میده به این الواتورها. آقا این سیلو به این بزرگی میاد آدم سیلو من یه چیزی بپرسم. این سیلو به این بزرگی الان فقط یه بار یه نفر که توش نیست. نه. بار مثلا 10 تا تاجره. درسته؟ بله. چه جوریه این تفکیک میشه؟ بار هر کدوم از این کشتی‌ها صاحب کالای خاص خودشو داره. توسط این الواتورها میره بالا. تو کندویی که مورد نظر مربوط به همون صاحب کالا میشه. کندوه. الان میتونیم بریم اون پایین ببینیم این چجوری قابل دیدن است. بریم اون پایین ببینیم این غلات چجوری وارد این سیلو میشه به این بزرگی. بریم پایین. بفرمایید. خب ما اینجا میریم برای اینکه ببینیم اینا که تخلیه میکنن کجا میرن. شما برین. داره از اینجا بودم. ما الان اومدیم در زیر اون دریچه که بالا داره تخلیه میشه. این همون دریچه هست درسته؟ این همون چاله تخلیه یا چاله پذیرش ما. چاله تخلیه میاد میره تو این نواره. یه نوار نقاله است اینجا. این کامبایره توسط چین و زنجیرهایی که داره. خب ها. اون غلات رو غلات رو به صورت جلو به سمت جلو هدایت حرکت. چی جایی هست بشه دیدهش؟ اینطوری به واسطه این نوار نقاله ها این محصولات وارد سیلو میشه. اینجا الان در اصل بفهمید همون جاییه که شما میگین تقسیم میشه بار که تو کدوم سیلو بره. اینجا رو میگن اتاق فرمان یا اتاق کنترل. الان این باری که تخلیه کردیم رفت تو کدوم سیلو؟ این باری که در حال تخلیه است توسط این مسیر داریم تو این کندوی 14. کندوی 14. خب بریم مراحل بارگیری کامونا رو ببینیم تا خروج از بندر. این باریه که داره از سیلوها تخلیه میشه توسط این کامبایرها میره برای اینکه سوار کامیون‌ها بشه و از بندر خارج میشه. اینا نمونه هایی که وجود داره. جوه درسته؟ معمولا چه مصارفی دارن اینا؟ مصارفات دامی دارن. دامیه بیشتر. من مصرف دامه دیگه. من الان زیر سیلوهای بندر امیرآبادم. بالا سر من 14 تا سیلوه. تو این مسیر گندم و جو و غلاتی که توی سیلوها دپو شده خارج میشه برای اینکه وارد کامیون‌ها بشه که از بندر خارج بشه. اینجا هم معلومه که جوها دارن توی این مسیر حرکت میکنن برای اینکه از سیلو خارج بشه. هر کدوم از این دریچه ها هم ورودی من الان اینو باز کنم سیلو تخلیه میشه تو این کامبایرها و تو مسیر قرار میگیره برای اینکه وارد کامیون‌ها بشه. خیلی جای جالب و جذابیه. بذارم ترسناکه. الان کامیونا دارن بعد از اینکه بارگیری کردن میرن اونجا که چادر بکشن روی کامیونا. برمی‌دارن اینطوری میذارن توی قله‌ها. الان این کامیون بارگیری کرده از تو سیلو داره میره از بندر بره برای اینکه نمیدونم کجا بارش رو خالی کنه. آقا سلام علیکم. آقا کجا داری میری؟ بار چی زدی؟ بار جوه. بار جو زدی؟ جو زدی. مقصدمون الان تهران شهریاره. آها الان این جوها رو زدی برای اینکه ببره شهریار. اینجا انبار شماره 1 انبار شماره 1 و بزرگترین انبار بندر امیرآباد. خدا رو شکر که همچنان بندر امیرآباد رونق خودش رو داره مثل بقیه بنادر ایران. همینطوری که می‌بینید تعداد زیادی کامیون فقط برای این انبار منتظرن که وارد بشن، بارگیری کنن و اقصا نقاط ایران سفر بکنن و کالا رو به مقصد برسونن. فضای داخلیش هم تقریبا 12,000 متر. اینجا که این لودر این بار پروانه شده هستش
دارن در حال بارگیری از بندر خارج. تعرفه انبار با تعرفه سیلو با هم دیگه فرق می‌کنه، ولی از نظر سلامت کالا به خود در نظر بگیرید سیلو بهتر از انبار. سیلو بهتر نگهداریش بهتر از انبار. خب تمام این چیزایی که می‌بینید اینجا نگهداری میشه مصرف دامی داره. نگران نباشید که آقا با بیل و کلنگ اینا رو برمی‌دارن میبرن گندم و دورو. هیچ کدوم مصرف انسانی نداره. همین الان تعداد کامیون هایی که من دارم میبینم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تاشو من دارم میبینم، برای اینکه منتظرن وارد انبار شماره 1 بندر امیرآباد بشن. ما الان تو هاب غلات شمال کشور یعنی بندر امیرآبادیم. دارن از لوکوموتیو ها تخلیه میکنن بار رو. ایشون مسئول جره ثقیله که داره تخلیه میکنه. آقا سلام، خوبی؟ بار چیه؟ سیمانه. این بار سیمانه، دارن از روی لوکوموتیوها تخلیه میکنن. این کل این پره نه؟ تا کی طول میکشه خالی کنی؟ تا غروب طول میکشه که کل این واگن‌ها رو خالی بکنن. اینجا دارن الان این دوتا دونه آخر رو برمیدارن. دوربینه اگه ببینه بچه‌ها دارن اینو تنها اتصال میدن برای اینکه اینو بردارن ببرن سر اسکله. بله. این بار از روی لوکوموتیو که خالی میشه توسط این کفی‌ها میره تا پای اسکله برای اینکه بارگیری بشه توی این کشتی که چند دقیقه دیگه میبینیمش، کشتی پرند. الان دارن بار رو تخلیه میکنن داخل انباره کشتی. سلام علیکم، خوبی؟ خب بار توسط این جرثقیل بزرگ منتقل میشه روی کشتی. این الان یکی از انبارهای شماست. این کشتی چند تا انبار داره؟ این هر انبار تقریبا چیزی حدود 1300 تن ظرفیت داره. خب دیدین که یه محموله یک باری از استان سمنان حرکت کرده با قطار وارد بندر شده. ما الان تو بندر امیرآبادیم. این قطار از استان سمنان وارد بندر امیرآباد شده. قراره که باری که آورده تخلیه بکنه و اون بار وارد کشتی بشه. چقدر تو طول ماه میایین سمت بندر امیرآباد برای اینکه بار بیارین؟ چه بارایی میارین؟ چند هزار تن معمولا توی قطارهای شما، واگن‌های شما جا میشه؟ 1600 تن بار میاریم تا بندر امیرآباد. همین پروسه‌ای که شما دارین میبینین بهش میگن حمل و نقل چند بچی، یعنی چند تا وسیله نقلیه مختلف مثل قطار و ترانزیت و هواپیما و کشتی کنار همدیگه با همدیگه همکاری میکنن برای که یک کالایی از مبدأ به مقصد برسونن. کار با این قطاره تموم شد و داره میره به سمت شاهرود برای اینکه واگناشو بذاره و دوباره بار جدید بزنه بیاره تو بندر امیرآباد. حرکت کرد به سمت شاهرود. و الان داره بارگیری میشه توی کشتی بزرگی که بره به سمت ماخاچکالا. بهشت من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاز، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامش. چراغی نیست جز یاده تو این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامش. چراغی نیست جز یاده تو این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد.